نصيحة. دین نصیحت است. ضربه. انسان و جامعه تا آن دمی که در حیاتش حادثه های رخ ندهد که او را از موازنت بیرون می کنند و به عملی من بعد غیر امکان می گردد، آرامی را نگاه می دارند. وضعیت او را وادار می کند که سبب و حل مسئله را جستجو کند. این حالت ها می توانند هم خصوصیت انفرادی و هم اجتماعی باشند. جستجوی رزق، بنیاد و نگهداری عائله، ساختمان منزل به نیازهای اولین درجه اساس یافته، انسان قسم زیادی عمر خود را با حل مشکلات انفرادی می گذراند و برای به حل معماهای اجتماعی توجه کردن به او یک ضربه لازم است که تمام اساسهای ترتیبات موجوده را که در آنجا آدم خود را نسبتاً آرام و به خطر حس می کند از بین برد. حادثه هایی که پس از 7 اکتبر سال 2023 به وقوع پیوست در حیات امت اسلامی یک ضربه سخت گردید که مسلمانان را از ریجه تشویش های دنیا به مشکلات امت آورد که در سرزمین های مبارک فلسطین به طور روشن ظهور نمود. میلیون ها دلها از دهشت هایی که رژیم صهیونیستی بر سر ساکنان غزه فرو ریخت خون شد. مسجد و بازارها، بیمارستانها، کاروانهای بشردوستانه و جایهای سیرآدم را بمباران کرد. جهان چهره اصلی یهودیان را که فلسطین را اشغال کردند دید. چنانچه الله متعال آنها را وصف کرده است که نسبت به هر چیز اسلامی بدبینی میکنند. میلیون ها نفر در سراسر جهان به حمایت از فلسطین برآمده خواستار خاتمه دادن به این ستم شدند و طلب کردند تا رژیم اسرائیل برای این خونریزی به جوابگری کشیده شود. شبکه‌های اجتماعی اسلامی از پشتیبانی از سرزمین‌های مبارک فلسطین فرا گرفته رویدادها و واکنش‌های شخصیت‌های جمعیتی و دولت‌های جهان را نشر می‌کردند. مسلمانان به گزارش‌های خبری پیوسته هر دقیقه منتظر شعله روشنی و کمک از رژیم‌های حاکم کشورهای مسلمانی بودند. اما چنان که انتظار می‌رفت، تمام دستگیری حاکمان تنها با محکومیت خشک و تهدیدهای عملی نشده علیه اسرائیل محدود ماند. احساس ناتوانی و خشم از آن که امکان واقعی رسانیدن کمک وجود ندارد مسلمانان را فرا گرفته است. گزارش‌های خبری را ورق زده شاید همه در جستجوی راه حل مؤثر وضع کنونی باشند. گویا امت خود را در یک امتحان دید که برای گذشتن از این امتحان از او کوشش بی نهایت بزرگ طلب می شود، زیرا وی به آن آماده نبود و اکنون برای با موفقیت گذشتن از آن از تمام ذخیره های این ارگانیسم یک جسم چنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم توصیف کرده است استفاده بردن لازم است. بدن امت ما متفاوت بوده، در آن عالمان و متفکران، سیاستمداران و اربابان جمعیتی، تاجران و صاحبان قدرت هستند. هر یک گروه با راه‌های گوناگون به حیات اجتماعی جلب شدند و از این رو برای بیدار کردن بعضی آنها کم کافی است. برای دیگران باشد وقت و فهماندهی لازم است. شاید همه درک کرده استادند که پشتیبانی واقعی باید از جانب صاحبان قدرت که برای حل مشکل فلسطین تمام واسطه ها و اصول های امکان پذیر را دارند بیاید. اما جامعه طوری ساخته شده است که آنهایی که قدرت دارند به تغییرات در افکار و احساسات جامعه کمتر آسیب پذیرند. از این رو چون قاعده آنها یکی از آخرین ها همراه می شوند. در حوادث بهار عرب و در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز چنین بود که شمشیر الله خالد ابن ولید تنها پس از چند جنگ با لشکر اسلامی به حق پیوست. از این رو حال و حرکت قسم‌های باقی مانده این ارگانیسم امت اسلامی خیلی مهم است و اولین در این عرصه باید وارثان پیامبر صلی الله علیه و سلم، عالمان و متفکران این امت باشند که به فتواهای آنها دیگران نیاز دارند. در این کار حالا از همه بیشتر محض عالمان مسئولند و اگر ترس مردم بر آنان بگیرد برای آنها عذر نیست و به معروف دعوت نیست. برای باقی مانده آن چیزی است که آنها کرده می توانند. چون در داستان مورچه‌ای که یک قطره آب را بالای خود برد تا آتش را که برای کشتن حضرت ابراهیم علیه السلام افروخته شده بود. هر یک حرکت ما باید یک وسیله رسیدن به هدف گردد، خواه دعوت ارتش‌ها یا نبرد اطلاعاتی علیه رژیم صهیونیستی، کمک‌های بشردوستانه و یا برگزاری اقدام و گردهمایی.
و مهم است که همه ما بفهمیم که هدف امروز نه تنها از بین بردن رژیم‌های صهیونیستی و دیگر اشغالگران در سرزمین‌های اسلامی، بلکه استقرار حکمرانی کامل اسلامی در یک دولت یگانه برای تمام مسلمانان است. این حکم الله است و در این رضایت اوست و این چنین در این متحدی ماست و اگر امروز ما به آن عمل کنیم شاید به فضل الله نصرت از جانب او تأخیر نشود و به زودی پیروزی را به دست آوریم. اللهم اعز اهل غزه، اللهم فرج عن اهل غزه، اللهم فرح اهل غزه، اللهم انصر اهل غزه. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.